حتی بعد اینکه برگردیم استانبول میتونیم به این فکر کنیم که برگردیم ایران. ایران؟ آره برگردیم ایران. بهت خبر میدم دیگه. آوای نه چه میخوردی؟ میخورم. حالا کارتو تموم کن دیگه. من الان برم آرایش کنم بیام کلیپ بگیریم. حوصله‌شو نداشتم بسیار. چرا؟ نمیدونم حالم زیاد خوب نیست. یه جوری هم مثلا. همه چی شده؟ چی شده نانا جان؟ چی شده که نمیدونم. حس میکنم یه حال انی دارم. یعنی دلت درد میکنه؟ نه بابا اسکل منظورم دل و روده. آخه یه جوری اینجوری انگار مثلا نه حال روحیم بده. حال روحیم تخمی. یه دفعه حالا روی تخمی شد. حالا خوب بودی که داشتی کار میکردی که. آره ولی نمیدونم یه جوری شدم. یعنی میدونی مثلا راستش رو بخوای بعضی وقت حس میکنم که موندن ما اینجا زیاد فایده نداره. یعنی موندنمون زیاد به نفعمون نیست. بعضی وقت حس میکنم که کاش که بتونیم برگردیم. یعنی نکنه برگشتن برامون بهتره. بعضی وقت حس میکنم مثلا اگه بتونیم برگردیم آینده بهتری خواهیم داشت. پیشرفتمون بیشتر خواهد بود. نمیدونم یه جورایی دلم میخواد برگردیم دیگه. دوست ندارم بمونیم دیگه. دوست ندارم کانادا بمونیم. دوست دارم برگردیم استانبول. خونه استانبولمون اونجا مثل همون همیشه دوستامون همسایه‌هایی که داشتیم ساحل که میرفتیم تو هم خونه استانبولمون باشیم. تو ترکیه زندگی کنیم. کانادا نمونیم. میبینی کانادا شرایطش خب یکم سخته. تا بخوایم دوباره از صفر شروع کنیم. ما تو استانبول یه زندگی داشتیم با کلی زحمت به دست آوردیم ولی اینجا دوباره بعد از صفر شروع کنیم سخته. میدونی نصیب کنم بعد برگردیم. این همه مدت همش هر سری من یه فس شدم. من بیشتر از تو یه احساس دلتنگی میکردم به خاطر حالا خونه. مثلا من وابستگیم به گربه ها بیشتر بود. خیلی جاها من هی اینجوری بودن که باشه اومدیم مسافرت بس دیگه برگردیم. بعد تو گفتی که نه شاید بمونیم بهتر باشه. نشستیم این هم با هم حرف زدیم. خودت به این نتیجه رسیدی. یعنی ما گفتیم یا مسافرت یا میمونیم. بعد یه جاهایی من گفتم اوکی اگه مسافرت تموشه بره نمیتونی یه جا بشینی. من هی نه خب فکرم مشغوله. حرفتو بدون میشنوم. الان من شوک شدم. این هم مدت من یه چیز میشدم. بعد الان هر سری یه کمی دلم لرزید یا برگشتم دلم لرزید که میبینی بالاخره من حرف منه. من از صفر شروع کردن یه مقدار برای من سخت بود با توجه به اون شرایطی که داشتیم و اوکی بودیم. خب مثلا یه نفری میاد مهاجرت میکنه که شرایطش اوکی نباشه. الان صدا اوکان نمیدونم لاله به هر کی از دور و اطرافیان دوستان خودشون میگن همه میگن ما فکر میکردیم اینجا مثلا اینجا چیز نیستن نمیدونم اجاره دارن میدن فلان. وقتی هیچ کدوم اینا نبوده شرایطشون اوکی بود برای چی چیز کردن. صدا هم که میبینی همش هر سری با من صحبت میکنه میگه آقا تا چیز تحویل سال میلادی برگردیم بیان اینجا با هم دیگه جشن بگیریم. بعد اون موقع تو هی برگشتی گفتی نه دیگه حالا که تا اینجاشو اومدیم
این همه نمیدونم پول بلیط دادیم فلان، چه کاریه بریم ما اگه قصدمون باشه دوباره بخوایم برگردیم. بعد این همه مدت من دلخوری داشتم، من چیز بودم، من دلتنگی میکردم، توی به من امید دادی. الان چی شد واقعا؟ خسته شدم از اینکه دوباره از صفر شروع کردم. میدونی ما تو استانبول این همه زندگی واسه خودمون اوکی کردیم، از صفر شروع کردیم، یه زندگی تشکیل دادیم، به نقطه امنی رسیدیم، خیالمون دیگه راحت بود، خونه دادیم، حقوقمون رو که یه زندگی خوبی داریم. ولی اینجا دوباره از صفر شروع کنیم، دوباره سختی نمیخوام دیگه. میدونی میخوام به اون آرامشی برسم. واقعا دیگه نمیخوام، میخوام برگردم دیگه. حالا خودت تصمیم بگیر، تو میخوای واقعا برگردی یا میخوای بمونی اینجا؟ نمیدونم، خودت میخوای ادامه یعنی بدی. چی؟ جدا تو بری من بمونم، تو فکر کن بری من بمونم. خب پس اگه تصمیمت واسه برگشته میتونیم با هم دیگه برگردیم همون تو استانبول، برگردیم ترکیه، ببین کانادا رو ول کنیم برگردیم نانه ترکیه. جان، خیلی موقع ها نشستی با من حرف زدی، صحبت کردی، برگشتی گفتی که خب تازه اومدیم، درکت میکنم، منم الان درکت میکنم. همون حسایی که واسه پسرها یکم دیلی دارن، دیرتر اتفاق میفته. و من روزای اول بود بهت میگفتم، عکس گربه ها رو میدیدم، عکس دوستامون رو میدیدم، الان حرف میزنم باز بغضم میگیره حتی. بعد تو به من امید داری، بعد الان برمیگردی خودت اینجوری شدی. خب چه میدونم، یه کمی سعی کن مثبت فکر کنی. یعنی اتفاق بدی هم که نیفتاده برگردی بگی از پس هزینه‌اش بر نمیایم، یا نمیدونم چه میدونم هر چیز دیگه ای. الان تو شرایطی هستیم که داریم خوب پیش میریم. نمیدونم چرا یه باری به این حس رسیدی. من نمیتونم، یعنی خسته شدم. همه میگن کانادا سخته، نمیتونی خب بمونی. اونا میگن، اونا آدمای ضعیفی هم. اگه ترکیه دوستامون همشون الان ببین رفتن. همه این کسایی که تو اینستا رو ببینی، تو یوتیوب ببینی، پره از اینجور کلیپ هایی که کانادا نمیشه، سخته، ما نگه نمیتونیم، چه وضعشه اینا. الان ببین ما هم نمیتونیم. ما خب اینا که حرفی که منم به تو میزدم، ولی ما همین نمیتونیم از پسش بر بیایم. با بی برگردیم. اون آدما ضعیفن. این یک دومی که راه برگشت ندارن. ما اگه بخوایم چیز بکنیم بر نمیگردیم ایران، که برمیگردیم دوباره ترکیه، برمیگردیم استانبول، برمیگردیم خونه خودمون. مگه خودت این حرفا رو به من نمیزنی؟ الان ما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، نه پول کم آوردی، نه تو هزینه ها زایدی، نه پول خدا رو شکر پول ماشین داریم، تو هیچ کدوم نزایدی. بعد فقط اینی که به این فکر می‌کنی که شروع کردن از صفر سخته. تو خودت گفتی تلاشمون رو بکنیم. خب اصلا به قول تو شاید مثلا چه می‌دونم، شاید ورک پرمیتمون نشد، شاید مثلا اقامت نتونستیم بگیریم. خب اون موقع تهش اینه که میگیم اوکی رفتیم کشوری رو که دوست داشتیم ببینیم و دیدیم، یه تجربه جدیدم کسب کردیم، تلاشمون رو کردیم، نشد، دوباره برمیگردیم سر خونه زندگی خودمون، هیچی رو ما دست ندادیم. ولی الان تو بدو ورودش هنوز فعلا هیچ چیزی نشده. چه اتفاق افتاده؟ هنوز ما 40 روز اینجاییم. بعد مثلا تو این 40 روز خیلی خوب پیش رفتیم. الان میتونیم برگردیم، حتی برگردیم مثلا حتی به بعد اینکه برگشتیم استانبول میتونیم گوش کن، حتی بعد اینکه برگردیم استانبول میتونیم به این فکر کنیم که برگردیم ایران. ایران؟ آره برگردیم ایران. خوبی تو؟ مخت به جایی خورده تو؟ نه جدی دارم بهت میگم، خیلی الان خوبیه. این همینه داره به من میگه برگردیم ایران. بله بشین عمیقا فکر کن. تو هیچ موقع به دلت واسه ایران تنگ نشده بود؟ حالا چی شد یهویی؟ الان مثلا بری ایران چی کار بکنی؟ آقا من بخوام برگردم میاد یا نه؟ تو داشتی در مورد استانبول میگفتی، من نتونستم اونو حذف کنم. حالا استانبول بعدش، حالا فعلا ایران نه، بخوام استانبول برگردم میاد یا نه؟ دوست داری تلاش نکرده و حرف بقیه‌ای که فاز منفی آره دیگه میدن؟ میبینی همه اینجا تو همه کانادا اونا آدم نمیتونن. ضعیفی هن. ما هم نمیتونیم. تو ترکیه مگه که دوستایی که داشتین تونستن، همشون برگشتن، من و تو فقط 6 سال موندیم. اونایی که برگشتن ما هم میتونیم، ما تو شرایط سخت قرار گرفتیم ولی اون شرایط سخت رو گذروندیم، موفق شدیم. مگه زندگی بدی داشتیم اونجا؟ و اینایی هم که اینجا اومدن، طرف 2 سال 3 سال اینجاست، میگه نه من راضی نیستم. اوکی راضی نیستش، کونه لقش، اون تلاش نکرده. تو چرا یهو تحت تاثیر قرار میگیری؟ واقعا اگه قرار تحت تاثیر قرار بگیری که اون دوستایی که ترکیه داشتیم چرا همه برگشتن؟ یا رفتن شهرهای کوچیک، یا هلند شدن برگشتن ایران. کدوم یکیشون مونده اونجا از اون دوستا اونجا؟ من خیلی فکر کردم به این موضوع، واقعا به این نتیجه رسیدم که باید برگردیم و من تصمیمم اینه. خودت میدونی دیگه، میخوای الان با هم دیگه تو هم تصمیم تو من هم نظر میتونیم با هم برگردیم، اگه نمیخوای میتونی اینجا بمونی. یا همه چیزو بریزی به هم دیگه تموم شد. نریزیم به هم. خب من واسه چی آورد اینجا؟ من گریه ها واسه گربه هم چی بود؟ از اول بهم نمی اومدی دیگه مسخره کردیم. مگه خودت برگردی پیش گربه؟ تو داری داره حرف ایرانو میزنی. نه حالا استانبول، تو فکر کن برگردیم استانبول. اوکی برگردیم.
باشه برگردیم، اوکی برمیگردیم، چیکار کنیم؟ من که از خودم بود، از اول گفتم بیا مسافرت رفتیم اومدیم اینجا دیگه 3 هفته موندیم 2 هفته موندیم بریم. بلیط تو بگیر، ساکت چیه جمع بکنم؟ من بلیط گرفتم آماده است، اینترنتی گرفتم. باشه بیا جمع کن بریم. مسخره بازی در آوردی تو. مسخره کردیم. خب باشه یه از مسخره نه دیگه، مسخره شو در نیار دیگه. انشو در آوردی تو. واقعا بهت افتخار میکنم. توی یه موردی خیلی بهت افتخار میکنم. ولمون کن با افتخار ان میکنی اصلا منو ریدی توش. با تو میشه موفق شد زندگی. میدونی چرا؟ من میخواستم تو رو امتحان کنم ببینم اگه از پس سختی ها برنایی میتونی از پس سختی ها برنایی یا نه. و تو موفق شد. همین گیره منو در آوردی. تو از این آسمون سر بلند جوری اومدی پشت اون چیز زردته، گوش زردته. چرا موفق شدی؟ ببین من الان افتخار اگه میگفتی امین من نمیتونم منم ضعیف شدم منم نمیتونم میزنم در کنی میداختم بیرون، ولی تو گفتی ما میتونیم. من الان حالم بده دیگه. این هم جبران اون دور مخفی قبلیه. اوکی افتاد. افتاد